افشای رازهای بزرگ باران آریا و رقابت باران آریا با آریانا سعید. باران آریا کیست و چرا خواسته رقابت خود را با آریانا سعید آشکار بسازد؟ باران آریا در کجا زندگی می کند؟ من در این ویدیو پیرامون همین موضوعات خواهم پرداخت، پس در ادامه با من باشید. سلام، شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب کانال دنیا اینفو. برای دوست شدن با کانال من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. باران آریا هنرمند جوان، موفق و ناماشنای افغانستان است که در این روزها نام و شهرت هنریش سر زبانهای جوانان کشور شده است. باران آریا کارهای هنری خود را از پروسه رقابتی ستاره افغان آغاز کرد. وی بزرگ شده کشور ایران است و بیشتر اوقات آهنگهایش به لهجه شیرین فارسی می باشد. باران آریا اکنون در کشور آلمان زندگی می کند و در آنجا به کارهای هنری خود ادامه داده است. وی در محافل خوشی هموطنان افغانش اشتراک می کند. باران آریا این روزها با سرودن آهنگ‌های بدخشانی نامش در میان هنرمندان جوان و تازه‌کار گل کرده است و جدید رقابت هنری خود را با آریانا سعید بیان کرده است. این همه در حالی است که باران آریا کاملا شکل و شمایل خود را مانند آریانا سعید ساخته است و به طور آشکارا معلوم دار است که وی رقابت هنری با آریانا سعید دارد. ولی سطح هنری باران آریا خیلی پایین تر از آریانا سعید می باشد. این را همه می داند. آریانا سعید لقب ملکه دلها را از طرف علاقمندانش دریافت کرده است و هنرمند افغانی است که کنسرت‌هایش به سطح بین المللی برگزار می شود. من هم آرزوی موفقیت، سلامتی و کامیابی برای تمامی جوانان کشور خود دارم. دوستان نهایت عزیز، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با دوستان و علاقمندان آریانا سعید و باران آریا به اشتراک بگذارید. دوستان خوبم، اگر تا هنوز عضو کانال من نشدید، پس برای حمایت از خواهرتان علامت سابسکرایب را فشار دهید تا از ویدیوهای دیگر کانال من هم آگاه شوید. سلامتی شما خوبان آرزوی من است. تا درودی دیگر، بدرود.